الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. به نام اون که هستی نامزو یافت، فلک گردش زمین آرامزو یافت. سپاس و حمد بی پایان خدا را که صنعش بر وجود آورد ما را. هر دم از ما صد درود و صد سلام بر رسول و آل و اصحابش تمام. پس از حمد و ستایش های زیاد ما پروردگار عالم الله سبحانه و تعالی را و سلام و درود بی پایان و پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد علیه الصلاة و السلام و به جمیع آل و اصحاب و پیروان ایشان برای شمایان هم دیاران عزیز سلام سنت الاسلام، سلام اهل جنت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در ابتدا به فرا رسیدن عید مبارک، روز خجسته، عید نخستین مسلمین، عید مسلمین تمام جهان و عید فطر رمضان، هر یک شما را تبریک و مبارکباد میگویم. و بعدا از پروردگار عالم عاجزانه مسئله داریم که الله تعالی برای ما در باقی مانده ماه‌ها نیز توفیق بندگی دهد. چطوری که در ماه مبارک رمضان برای ما توفیق بندگی داد، در باقی مانده ماه‌ها نیز این نعمت خود را الله تعالی از ما دور نگرداند. عید فطر رمضان و عید قربان که این دو عید است که الله سبحانه و تعالی و تمام مسلمانان جهان عید اعلام کرده است. و عید فطر رمضان جنبه است و شکرانه عبادت روزه است و عید قربان جنبه است و شکرانه عبادت حج است و نماز جمعه این جنبه است و شکرانه عبادت نماز است که هر هفته تکرار می شود. عید به کدام خاطر است؟ امروز ما و شما عید داریم، روز شادی و خرسندی داریم. این به کدام خاطر است؟ آیا به خاطر آن که ماه رمضان که عبارت از گرسنگی، عبارت از تشنگی، عبارت از سحرخیزی و بیدارخوابی بود، از آن امروز ما خلاص خوردیم، از آن ماه رمضان نجات یافتیم؟ این عید آیا برای آن خاطر است؟ البته که نه. عید فطر رمضان این به خاطر آن است که الحمدلله
إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. خدا میگوید ما امانت را به آسمان ها و به زمین ها و به کوه ها پیشنهاد کردیم. مقصد از این امانت این تکالیف است. الله سبحانه و تعالی این فرضها، عبادتها، تکالیفهای شرعی را الله تعالی به زمین و آسمان و کوه ها پیشنهاد کرد که ای زمین، ای آسمان و ای کوه ها، اگر خواهید شما این امانت را برداشت کنید، یعنی عبادت کردن پروردگار را، اگر رفت از عهده آن شما برآمده برای شما مکافات جنت است، اگر رفت از عهده آن نبرآمده بازگشت شما به آتش دوزخ است. این پیشنهاد الله تعالی به زمین و آسمان های و کوه ها، این عبادت هایی که ما کرده ایستادیم اول به آنها پیشنهاد شده بود. پیشنهاد اختیاری بود. اگر خواهید اختیار کنید برای شما اجر و ثواب است، اگر نخواهید دیگر وظیفه برای شما داده می شود. خدا میگوید که فابین ان یحملنها، زمین های و آسمان های و کوه ها از برداشت کردن امانت سرکشی کردند. گفتم پروردگارا ما اینو نمیتوانیم برداشت کرد. و اشفقن منها، و ترسیدند از آن که باز مبادا ما گفتن اگر از عهده امانت نبراییم سپس ما به عذاب خدا، عقاب خدا گرفتار میشویم. گفته از ترس گفتم پروردگار ما این امانت را قبول نمیکنیم، ما مسخر هستیم به آن کاری که گفتی آن را اجرا میکنیم، لیکن این تکالیف شرعیه را به عهده خود نمیگیریم. خدا چی میگوید؟ فحملها الانسان، انسان اینو برداشت کرد. وقتی که الله تعالی به حضرت آدم، پدر آدمیزاد پیشنهاد کرد که آیا این امانت را برداشت خود میگیری، حضرت آدم علیه السلام قبول کرده. فحملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. خدا میگه که انسان امانت را برداشت کرد، بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام ایمنی دیوانه زدن. حضرت حاجی حافظ میگویند که مقصد الله تعالی وقتی که به آدم پیشنهاد کرد، آدم علیه السلام قبول کرده. بنابراین امروز عید به آن خاطر است که ما از عهده آن امانت برآمدیم. ما عبادت پروردگار را در این ماه مبارک رمضان توانستیم اجرا کنیم. بنابراین امروز در پایان عبادت ماه مبارک رمضان جشن عید داریم، جشن شادی و خرسندی داریم. پیغمبر خدا چخیلی که در حدیث امام مسلم آمده است، گفتند که للصائم فرحتان، برای شخص روزدار دو خرسندی هست. فرحت عند فطر، خرسندی در وقت روز عید فطر است، و خرسندی دیگر عند لقاء رب، در وقت واخوردن پروردگارش است. خرسندی یکم روز عید است که الحمدلله که ما در این 30 روز به گرمی های هوا و به تشنگی های آن صبر کردیم، توانستیم روزه ماه شریف رمضان را داشتیم و اطاعت پروردگار را کردیم. الحمدلله خدا برای ما توفیق بندگی داد، شخصان مسلمان چنین خرسند میشوند. خرسندی دویم در وقت واخوردن پروردگار عالم در جنت فردوس، وقتی که الله تعالی در این باره در سوره زمر نقل میکند: وسیق الذین اتقوا ربهم
عليكم فادخلوها خالدين. خدا میگوید وقتی که آنهایی که در این دنیا از خدا ترسیدند، پرهیزگاری کردند، آنها را گروه گروه به در جنت آورده می شود و حتی که در جنت گشاده می شود، قال لهم خزنتها، کارمندان جنت برای شخصانی که در این دنیا پرهیزگاری کردند و خدا ترسی کردند میگویند که سلام علیکم، برای شما سلامتی باد، طبتم، خوشا به حال شما، فادخلوها خالدین، به جنت پروردگارتان درآیید در حالتی که شما جاویدانی در این زندگی میکنید. مانند دنیای فانی 50 سال و 30 سال و 60 سال پر از مهنت و مشقت ثانی رحلت نیست، بلکه جای جنت جاویدانی هست، ابدی هست. وقتی که در آمده دیگر گشته برآمدن ندارد. گفته خوش آمدید میگویم. بنابراین خوشا به حال آنهایی که در این ماه مبارک اطاعت پروردگار کردند، نماز خواندند و روزه داشتند، خیر و سخاوت کردند و عبادت پروردگار عالم را اجرا کردند. روز عید بود، عید فطر رمضان بود. حضرت امیر مومنان علی ابن ابی طالب نان خشک می‌خوردند که به نزدشان شخصی در آمد و گفت که آیا امروز عید نیست؟ گفتند آره عید است. امروز روز عید است، ولی سبب سوال کردن این انسان برای آن بود که مقصد امیر مومن ها در این روز عید نان خشک می‌خوردند. در این تعجب کردند و پرسیدند که آیا امروز روز عید نیست؟ گفتند آره، الیوم لنا عید و غدا لنا عید و کل یوم لا نعصی الله عز و جل فهو لنا عید. امروز برای ما عید است، فردا برای ما عید است. هر روزی که ما در آن روز گناه نمی کنیم، آن روز برای ما عید است. گفته این سخن مشهور خود را چطوری که در کتاب غزالی امام غزالی در کتاب احیای علوم الدین خود نقل کردند. بنابراین واقعا این هر روزی که انسان گناه نمی کند، آن روز برای او این عید است. و امروز که بعد 30 روز طاعت و عبادت به سوی و تمام در انتهای عبادت هستیم، امروز را الله تعالی عید اعلام کرد تا اینکه بعد ماه مبارک رمضان که شخصان مؤمن و مسلمان از گناه ها پاکیزه شدند و دعاهای آنها اجابت شد و آنها به پروردگار عالم نزدیک شدند، امروز برای این طاعت و عبادت و از عهده این امانت که برآمدند عید دارند. الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. محترم مهمانان خانه خدا، ماه مبارک رمضان 30 روز همراهی مسلمان ها هم نشست و هم صحبت و رفیق بود. عادتا هم نشست تأثیری نیک یا تأثیری بدی خود را به هم نشست خود می گذراند. واقعا این ماه مبارک رمضان که ماه خیر و برکه بود، ماهی بود که برای مسلمانان خیلی عملهای نیک، اخلاق خود از ماه رمضان برای مسلمان ها سرایت کرد. از جمله اخلاص در عبادت، یگانه پرستیدن الله تعالی. روزه برای مسلمان ها این را تعلیم داد. شخص مسلمان از بگاهی تا بگاهی از خوردن و نوشیدن خودداری میکرد. شاید در جایهای خلوت باز میماند، ولی میدانست که الله تعالی را مشاهده
کرده ایستاده است، دیده ایستاده است. اگرچه بندگان از نظر او دور است، از نظر مخلوقات خدا دور است، لیکن از نظر الله تعالی که دور نیست، بنابراین فقط الله تعالی را مراقبه میکرد. دیگر اینکه از ماه رمضان برای شخصان مسلمان این سحرخیزی میراث ماند که واقعا پیغمبر خدا در حق سحری امت خویش دعای کرده بودند: اللهم بارک لامتی فی سحورها. پروردگارا برای سحری امتی من برکت ده. کدام امتهای من که سحری بر وقت در وقت نماز میخیزند، در آن وقت به رزق و روزی و خانواده آنها برکت گفته بودند. در این ماه مبارک که برای طعام سحری 30 روز همه مسلمان ها خیستند و این آینده عادت آنها می شود که از هم نشست نیک و از هم صحبت نیک برای آنها سرایت کرد. همچنین خودداری کردن از طعام خوری زیاد، از شراب نوشی زیاد که این واقعا برای سلامتی انسان پرخوری و زیادخوری و اسراف در خوردن این ضرر دارد. ماه مبارک رمضان برای شخصان مسلمان کمخوری را تعلیم داد و همزمان شبهای ماه مبارک رمضان نماز تراویح می‌خواندیم. نماز تراویح را که 20 رکعت نماز می‌گذاشتند شخصان مسلمان، این از ماه مبارک رمضان برای شخصان مسلمان سرایت کرد. همین گونه خیلی اخلاق‌های نیک و رفتار و کردار نیک و عمل‌های صالح از ماه مبارک رمضان به دیگر مسلمان‌ها سرایت کرد. واقعاً هم نشست نیک است، خواه هم نشست بد هست، برای هم نشست خود تأثیر خود را می‌گذراند. این را الله تعالی در سوره احزاب بیان کرده است. خداوند عزوجل در قرآن کریم میگوید: یوم یعض الظالم علی یدیه یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. خدا میگوید روز قیامت ظالم، آن انسانی که در دنیا بر نفس خود ظلم کرد، دو دست خود را میگزد، دو انگشتان خود را، دو دست خود را میگزد. مقصد در اینجا عقبه ابن ابی معیط است که در زمانه پیغمبر خدا بود. میگوید که یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ای کاش که در دنیا همراهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم راه میگرفتم، در دین محمد صلی الله علیه و سلم میبودم. زیرا این عقبه ابن ابی معیط دین اسلام را قبول کرده بود، ولیکن دوست و رفیق و هم نشستش ابی ابن خلف این را مجبور کرد که از دین اسلام گشته براید، به این دین دیگر داخل نشود. ثانی اطاعت دوست خودش را کرده بود، اطاعت ابی ابن خلف، اطاعت هم نشست خودش را کرده بود. خدا نقل کرده است که روز قیامت میگوید که یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ای کاش که من فلانی را یعنی ابی را در دنیا دوست نمیگرفتم. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، در حقیقت مرا از ذکر، از دین مقدس اسلام گمراه کرد بعد اینکه شامل این دین شده بودم، بعد اینکه داخل این دین مقدس اسلام شده بودم، مرا ابی از این راه حق بیرون کرد. ای کاش که او را دوست نمیگرفتم در دنیا، ای وای بر حال من، چرا او را برای خود دوست گرفتم. گفته پشیمانی عقبه ابن ابی معیط را الله تعالی نقل کرد. این آیت خاص در حق او آمده باشد هم این عموم مسلمان ها را در بر میگیرد. کسی در دنیا اگر با دوست و رفیقی بر هم نشستی کرده باشد، روز قیامت پشیمانی میخورد. بنابراین پیغمبر خدا ضرب المثل زدند در حق هم نشستی نیک و هم نشستی بد. پیغمبر خدا گفتند مثل الجلیس الصالح و السوء، مثال هم نشستی نیک
مثال هم نشستی بعد مانند دکان عطر فروش است و مانند دکان آهنگری است. هم نشستی نیک مانند دکان عطر فروش است. وقتی که گفتن به دکان عطر فروش شما وارد می شوید یا از آن عطر می خرید یا برای شما عطر هدیه می دهد، هیچ نباشد به دماغ شما خوشبویی دکان عطر فروش می رسد، طبع شما خرسند می شود، به دماغ شما بوی خوش می درآید. همین گونه هم نشستی نیک، همین که همراهی و نشستید و هم صحبت و هم سفر و رفیق شدید، البته صفت‌های نیکی رو برای شما سرایت می‌کند. اما گفتن هم نشستی بعد مانند دکان آهنگری است. وقتی که در آمدید یا لباس خود را می‌سازید یا لباس خود سیاه می‌شود، هیچ نباشد برای دماغ شما از بوی ناخوش آن می‌رسد و طبع شما خیره می‌شود. همین گونه هم نشستی بعد است. هم نشستی بعد برای انسان تأثیری بدی خود را می‌رساند. بنابراین هست تنهایی به از یاران بد، نیک چون با بد نشیند بد شود. تنهایی بهتر از رفیقی کردن و دوستی کردن با دوستی بد، زیرا که او وسوسه میکند و کاری بد انسان را دعوت میکند، کاری بد را برای او تعلیم میدهد. بنابراین حتی پیغمبر خدا نه فقط انسان به انسان، انسانی نیک به انسانی بد تأثیر خود را میرساند، بلکه از حیوان هم از جهت هم صحبتی و هم نفس شدن برای انسان تأثیری نیکی و بدی آن میگذرد. پیغمبر خدا گفتند که اصحاب الابل فیهم الخیلاء، آن پادبان‌هایی که شتر می‌چرانند در آنها عادت کلانیگری و عادت خیلا پیدا می‌شود. آنهایی که شتر می‌چرانند، اسب می‌چرانند، در آن پادبان‌ها عادت کلانیگری و فخر کردن از این حیوانات می‌گذرد. و الوقار فی اصحاب السکینه و السکینه فی اصحاب الغنم، خاکساری و پادبان گوسفند می‌گذرد. خاکساری و سرخمی از گوسفندها و پادبان گوسفند می‌گذرد. بلکه حتی بعض مخلوقات غیر انسان به همدیگر نیز خصلت‌های نیک و بدی آنها می‌گذرد. چطوری که شیخ سعدی رحمت الله علیه یک نظم تمثیلی دارند در گلستان خود. حضرت میگویند گل خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوب به دستم، بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویزی تو مستم، بگفتا من گل ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم، کمالی هم نشین بر من اثر کرد وگرنه من همان خاکم که هستم. حضرت میگویند روزی در حمام بودم و به دست من یک پارچه لای رسید از دست شخصی که دیدم که آن لای یک گلی بود، لیکن بی نهایت یک بوی خوشی داشت. تعجب کردم، بدو گفتم که مشکی یا عبیری، من به سوی آن گل خطاب کردم، گفتم تو مشکی یا عنبری یا گلی، تو چی هستی که اینقدر بوی دلاویزی تو مستم، از بوی تو مست شدم. بگفتا من گل ناچیز بودم. گفت که من یک گل ناچیز بودم اصلا، ولیکن مدت با گل نشستم، لیکن یک چند مدت ها در آن کاسه طبقهایی که در آن گل گذاشته می شود و در زیر آن گل هست، چند مدت من همراهی گل نشستم، کمالی هم نشین بر من اثر کرد، صفتهای نیکی گل برای من تأثیر کرد، وگرنه من همون خاکم که هستم، وگرنه من همون خاکم، لیکن به سبب
صفتهای کمال گل برای من تأثیر کرد گفتم. بنابراین در دیگر جا حضرت میگویند که با بدان یار گشت همسری لوط، خاندان نبوتش گم شد. سگی اصحاب کف روز چند پی نیکان گرفت و مردم شد. میگویند همسری لوط علیه السلام همسری پیغمبر بود، لیکن با بدان یار گشت همسری لوط، برای خود شخصانی بد را رفیق گرفت، خاندان نبوتش گم شد، از خاندان پیغمبر محروم شد. در این دنیا به بالایش عذاب آمد و در آخرت الله تعالی او را به آتش دوزخ وعده داد در سوره تحریم. بنابراین در دوامش گفتند که سگی اصحاب کهف روز چند پی نیکان گرفت و مردم شد. سگی اصحاب کهف که در قرآن سوره است به نام سوره کهف و معنای غار است که 7 نفر انسانها خدا ترس بودند، انسانهای پاک وجدان بودند. وقتی که اینها به یک غار در آمدند، در این سفرشان برای به آنها سگی همراه شده بود. سگی اصحاب کهف روز چند پی نیکان گرفت و مردم شد. آن سگ به سبب آنکه با شخصان نیک همسفر شد و آخر در داخل غار در آمد و آنها در داخل غار 300 سال خداوند عزوجل خواب آنها را برانید، سپس آنها را گشته بیدار کرد تا اینکه به آن زمانه نشان دهد که خداوند عزوجل قادر زنده کننده مرده ها هست. این قصه را برای عبرت الله تعالی ذکر کرد در قرآن کریم. بعضی علما میگویند که همون سگ که چند روز همراهی شخصان صالح پیرو شد و 300 سال در غار همراهی آنها بود، روز قیامت خدا به آن سگ صورت مرد میدهد و همراهی آن 7 نفر آدمها 8مین آنها شد و وارد جنت جاودانی می شود. سگی اصحاب کهف روز چند پی نیکان گرفت و مردم شد. ببینید سگ وقتی که با شخصان نیک نشست، اثری آنها، فایده اینه که آنها برای این تأثیر کرد. بنابراین پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند که المرء علی دین خلیله فلینظر احدکم من یخالل. انسان در دین برادرش هست، در دین دوستش هست، پس شما یک مراتبه نظر کنید که کی را برای خود دوست گرفته اید. یک مراتبه به دوست و همرفیق و همنشست خود نظر کنید. همچنین در همنشست‌های فرزندانمان، در همنشست و رفیق همسرانمان و در همنشست خودمان باید یک مراتبه نظر کنیم که با کی دوستی داریم، با کی رفاقت داریم. زیرا همنشست در حیات انسان، در اعتقاد انسان و در اخلاق انسان این نقش مهم می‌باشد. هر یک انسانی که سببی در راه راست است یا در راه کج است، همنشستی و در او اثری دارد. بنابراین وقتی که همنشستی ببینید آن شخصانی که به مواد مخدر گرفتار شدند، غلام مواد مخدر شدند یا غلام مواد مدهوش کننده و موادی که انسان را بی‌مست کننده است افتادند، سببگار اساسیش همون رو یار و رفیقانی که در سر دسترخوان نشسته تکلیف میکردند، دعوت میکردند، اگر رفت و نخورد یا ننوشد او را عیب میکردند. این است همنشستی ضرری، همنشستی بد. بنابراین همین گونه همنشستی بد و همنشستی نیک در حیات انسان، در آداب و اخلاق و رفتار او یعنی نقش مهمی باشد. الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر، الله اکبر و لله الحمد. محترم مهمانان خانه خدا، گذشته از این ماه مبارک رمضان ماه بهار قرآن بود، ماهی که در این ماه قرآن کریم نازل شده بود. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. الله تعالی در سوره بقره میگوید ماه مبارک
ثانی در مدت 23 سال آیت هر روز وقتی که یگان حادثه واقعی میشد یا سؤال به پیغمبر خدا میشد، مناسب آن آیت ها از جانب الله تعالی به واسطه جبریل به پیغمبر خدا نازل میشد. قرآن را سخن پروردگار از حرفهایش و معنیهایش همگی سخن پروردگار است. قرآن را جبریل فرشته از الله تعالی شنوید آمده به پیغمبر خدا رسانید، پیغمبر خدا به صحابگان رسانیدند. در زمان پیغمبر خدا، در زمان صحابه ها، قرآن به سنگها و پستها و درختهای تخته‌ها نوشته میشد. سپس در عهد عثمان رضی الله عنه اینها به صحف و صحیفه ها قرآن نوشته شده تا زمانه ما رسیده آمد. قرآن کریم سخن پروردگار است و معجزه است. کسی که اگر قرآن را قرائت میکرد یا اینکه گوش میکرد واقعا به دین مقدس اسلام داخل میشد. عربها که شخصان سخنور بودند، شخصان سخندان بودند، حتی در بازارهای عکاس در عربها مسابقه شعرخوانی میشد، مسابقه های سخنرانی میشد، از شعرهای همدیگر قطعه ها میافتند. همین گونه خیلی در سخنرانی مشهور شده، سخنوری مشهور شده بودند که خداوند و پیغمبری که نوشته نمیتواند، خوانده نمیتواند، این قرآن کریم را نازل کرد. وقتی که این را تلاوت میکردند دیگر آنها برای این دست خود را برداشتند. حتی الله تعالی برای آنهایی که ایمان نهاد به این قرآن ظاهرا قبول نداشت، خدا گفت که یک سوره مثل سوره قرآن بیارید یا اقلا یک آیت مثل آیت قرآن کریم بیارید، شما هم سخندان هستید، سخنگویید. آنها بعض شاعرهای عرب دیگر بعد شنیدن قرآن کریم از قرائت قرآن، از شعرگویی خود باز ایستادند. گفتند دیگر حاجتی سخنرانی نیست بعد اینکه سخن خدا فرآمد. حتی بعض دشمنان اسلام وقتی که قرآن را گوش کردند در بین جماعت خود میگفتند والله این لها لحلاوه و این لها لطلاوه. قسم به نام الله تعالی که قرآن یک عجایب سخن است. شعر گوییم به شعر مانند نیست، نثر گوییم به نثر مانند نیست، یک عجایب آهنگ خود را دارد. و قرآن گفتند درختش ریشه درختانش و شاخه هایش میوه دهنده است و یعنی که گفتند ریشه هایش استوار است. قسم به نام خدا که در شنیدن قرآن حلاوت است. گفته آنهایی که به قرآن ایمان نداشتند، باوری نداشتند، دین اسلام را قبول نکردند، لیکن در بین خود به قرآن کریم ثنا میگفتند. فضل و فضیلت و شرافت آنه که دشمنان به آن فضیلت قائل شده باشند. قرآن کلام پروردگار است. قرآن برای چی نازل شد برادران عزیز؟ امروز بعضی مسلمانان به قرآن فال بد دارند. گمان میکنند که این قرآن کتاب ماتم است، فقط در جنازه های و در قبرستان ها قرائت کرده میشود و خود قرآن فقط برای تلاوت برای گذشتگان آمده باشد. حتی اگر در توی های شادی و خرسندی و جشن های عید آنها اگر قرآن قرائت کرده شود، بعضی آنها فال بد گرفتند که جشن خرسندی ما را مبدل و ماتم کرد گفته. این قرآن برای قبرستان و برای مرده ها قرائت کردن نآمده است. آره این شریعت انکار نمیکند، برای مرده ها نیز فایده دارد، برای بیمارها شفا هست، لیکن مقصد اساسی نزول قرآن این نیست. خداوند عزوجل مقصد خود را در بدایت سوره ابراهیم در آیه 1 آن بیان کرده میگوید که الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. الف لام را، ما این کتاب را پیغمبر برای تو نازل کردیم تا اینکه مردم را از راه گمراهی تاریکی به سوی روشنی به راه راست هدایت نمایی. این قرآن برای راهنمایی کردن برای مردم است. این دستور است برای انسان. هر چیزی که بر فایده انسان است الله تعالی در
و سعادت طلبی حافظ هر چی دیدیم همه از دولت قرآن دیدیم. واقعا هر چی دیدیم همه از دولت قرآن دیدیم. مبارک است کتابی که لیدبروا، ما این کتاب رو نازل کردیم لیدبروا آیاته، تا اینکه آیات‌های اینها رو مردم بفهمند و لیتذکر اولو الالباب، شخصان صاحب عقل از این کتاب عبرت بگیرند و در زندگی خود این را دستور زندگی خود دانند. بنابراین این قرآن با این مقصد نازل شده است. برادران عزیز، باید که قرآن قرائت کرده شود و برای معنی‌های آن باید ما شما باخبر باشیم و از تلاوت آن باخبر باشیم که امروز واقعا ما اکثریت ما از تلاوت قرآن محروم هستیم. نمیتوانیم با زبانی که نازل شده است قرائت کنیم، نمیتوانیم معنی‌های آن را بفهمیم و همزمان از این دو چیز که در ما نیست خوانده نمیتوانیم، معنی آن را نمیفهمیم، دیگر عمل هم از کجا میکنیم؟ بنابراین ما و شما را شریعت ترغیب میکند که به این کلام پروردگار، کلام مبارک که همه مسلمان ها در دل خود بعض سوره های آن را از خود میدانند، باید بازگشت به این قرآن کریم کنیم. زی قرآن پیش خود آیینه آویز، دیگر گم گشته ای از خویش بگریز، ترازوی بین کردار خود را، قیامت های پیشین را برانگیز. حضرت عبدالرحمن جامی میگوید که زی قرآن پیش خود آیینه آویز، قرآن را برای خودت آیینه قرار ده، دیگر گم گشته ای از خویش بگریز. یک مراتب عملهای خود را ببین که به قرآن مطابقت میکند، یعنی ترازوی بین کردار خود را، عملهای خود را در ترازوی قرآن برکش که آیا هر یک عملی که میکنی در قرآن هست. امروز ما بسیار اعتقادها داریم در قرآن نیست، گمان میکنیم که قاعده دینی ما هست، میگویم که برای چی این کار را کرده، میگویم که قاعده خودمون است، قسم به نام خدا قاعده ما نیست و قاعده جادوگران است، اکثریت آن قاعده کمپیرها هست که بعضی در معرکه های و در بعضی یعنی جشن ها بعضی نمود قاعده ها را پیدا کردن، در قرآن نیست. ترازوی بین کردار خود را، قیامت های پیشین را برانگیز. قرآن را برای خود ترازو گذار، هر کاری که میکنی، هر اعتقادی داری، ببین آیا این در قرآن هست یا نه. اگر که نیست باید اضمحلال کرد، از بین برد. اگر در قرآن است موافق آن باید عمل کرد. هر رفتاری که میکنیم باید بپرسیم، زیرا مسلمانی با قرآن است. کسی که اگر مسلمانی واقعی، مسلمانی حقیقی میشوند باید به قرآن مراجعت کند. حضرت علامه اقبال نظم می‌دارند: گر همی خواهی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز به قرآن زیستن. اگر حقیقی مسلمان زندگی میکنم دیگر امکانیت نداریم اگر با قرآن زندگی کنیم. زندگی خود طبق قرآن کریم باشد. بنابراین این قرآن کریم سخن پروردگار است، سخن مبارک است، به خانواده ما خیر و برکت است. باید از معنی های این و از عمل کردن به این قرآن کریم محترم جماعت ما و شما باید دور نباشیم. الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، الله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. محترم مهمانان خانه خدا، شریعت اسلام شریعتی است که به تمام کارهای خیر مردم را دعوت کرده است. شریعتی است که از تمام کارهای بد مردم را باز داشته است که نکنید که برای شما ضرر میرسد. زیرا آن ذاتی که انسان را آفرید او داناتر است به کدام کارها به انسان فایده دارد و او داناتر است به انسان که کدام کارها ضرر دارد. بنابراین قاعده اساسی، مقصد اساسی شریعت این است که مقصد شریعت جلب کردن فایده ها و زیاد کردن فایده ها است و دفع کردن ضرر و کم کردن ضرر از بنده ها است. این است مقصد شریعت اسلام است. اسلام نه فقط صوم و صلات است، علم است و حیات است و نجات است.
اسلامی فقط روزه و نماز نه، اسلام این علم است. همه نمود علم های دین و دنیا در داخل قرآن است. همه علم ها از جانب خدا فرامدگی است. اسلام علم است، حیات است. برای ما شما حیات را تعلیم میدهد، نجات است در دنیا از بلای مصائب و در آخرت از آتش دوزخ. اسلام این نفهمیم که فقط در مسجد نشسته عبادت کردن است. اسلام تمام حیات دنیا، این اسلام همه آن را در بر گرفته است. واقعا امروز موافق گفت پیغمبر خدا که 1400 سال پیش گفته بودند در حدیث علی ابن ابی طالب رضی الله عنه، پیغمبر خدا گفتند یوشک ان یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا من القرآن الا رسمه. و نزدیکی یک زمانه می آید که از اسلام فقط نام اسلام میماند و از قرآن فقط رسم قرآن میماند. قرآن کتابی هست، تاریخ ها هست، از خود میداند، لیکن عمل کردن بر او نیست و همزمان از اسلام فقط نامش میماند. گفتن دین اسلام هست، مسلمان هست، نام هست، ولیکن واقعیت حقیقت را گرفت از اسلام دور است. بنابراین یکی از علما قصه یک شرقشناسی را ذکر کردم. شرقشناس این اسلام شناس است. در کشورهای غرب، در کشورهای اروپا، در دانشکده ها فکولتت های هست به نام شرقشناسی، در جایهای ما هم هست. مقصد در آنجا آنهایی که صاحب دین های بیگانه هستند دین مقدس اسلام را می آموزند، نه با مقصد قبول کردن و نه با مقصد عمل کردن، بلکه با مقصدهایی که برای خودشان معلوم است. 50 سال و 60 سال در این ساحه علم آموزی میکنند. آنها را میشود گفت شرقشناس، اسلام شناس، لیکن نمیشود گفت عالم اسلام، نمیشود گفت علمای اسلام، نمیشود در داخل آنها قرآن را از خود میدانند، حدیث های پیغمبر را از یاد میدانند. شاید از عالم های ما آنها در دین مقدس اسلام داناتر هستند، برای آنکه آنها در این ساحه دکتر میشوند، ماجستر میشوند، رساله ها مینویسند، تحقیقات های علمی میبرند، عمر خود را در این ساحه میبرند. علم آنها زیاد است، لیکن به قول علما و پیشوای مذهب ما و ملت ما مانند مثلا شیخ سعدی نمیشود گفت آنها را عالم. علم هرچند بیشتر خوانی چون عمل در تو نیست نادانی، نه محقق بود نه دانشمند، 4 پایه برو کتاب چند. گفتن اینها عالم گفته نمیشود این گونه شخصایی که اگرچه علم زیاد دارد نه محقق بود نه دانشمند، 4 پایه برو کتاب چند. خدا در قرآن ذکر کرده، شیخ سعدی این استنباط از قرآن کرده به نظم در آورد. مثله کمثل الحمار، مثال آن انسانی که علم دارد و عمل نمیکند خدا گفت مانند یک خری است که به بالای اون کتاب بار کردگی است. قرآن اگر به بالای خر مانند نمیشود، خر عالم شود و بپرسید. بنابراین کسی که اگر علم دارد و عمل نمیکند گویا یک مانند 4 پای است که بر بالای او کتاب چند بار کرده شده است. 1000 کتاب ها بر بالای او بار کنید پای همون حیوان است دیگر. خلاص نمیشود آنها را علمای اسلام گفته، لیکن میشود گفت آنها را دکتر و پروفسور گفته. یکی از آن شرقشناس ها گاه و بعضی آنها دین اسلام را قبول میکنند. در طول قرائت علمی خود، تحقیقات علمی خود، بعضی آنها و بسیاری آنها هم شامل دین اسلام میشوند. آنهایی که طبیعت سالم دارند، عقل سالم دارند، داخل اسلام میشوند. یکی از آنها در یکی از سفرهای خود با یکی از مسلمان‌هایی که با ما مسلمان است همسفر و همصحبت میشوند. ثانی اولین سوالی که اون مستشرق اسلام شناس غربی و این مسلمانی که در کشورهای مسلمان زندگی میکنند میگه تو دینی تو چی است؟ میگن دین من اسلام است و الحمدلله مسلمان است. میگوید نماز میخونی؟ نه نماز نمیخونم ولی الحمدلله مسلمانم. میگوید اون
50 سال تحقیقاتی که من بردم و اسلامی که من آموختم، قرآنی که من آموختم و این ستونی دین مقدس اسلام در آنجا نماز است. چگونه تو نماز نمیخوانی مسلمانی؟ گفت الحمدلله مسلمان هستم ولی طاقت نماز گذاشتن ندارم. زکات میدی؟ میگوید یگان مراتب زکات ندادم ولی الحمدلله مسلمان هستم. روزه میداری؟ نه یگان مراتب روزه نگرفتم ولی الحمدلله مسلمان هستم. زنا میکنی؟ آره زنا این عادت معمولی من است. عرق مینوشی؟ آره هر روز عرق مینوشه ولی الحمدلله مسلمان هستم. آن شرع شناس اسلام شناس میگوید که عجبا و این خیر اسلام، من الحمدلله که تو بر این مسلمان ها را ندیده بر وقتر اسلام را قبول کردم. اگر تو بر این مسلمان ها را میدیدم اسلام را من قبول نمی کردم. گفته همین گونه یک سخنرانی کرده بود. واقعا حضرت مولانای جامی در مثنوی خود یک حکایت تمثیلی دارد. حضرت میگویند یک پهلوان قزوینی به نزد استای خالکوبی آمده است. استای خالکوب استایی که به بدن مردم صورت میکشد، نکاکه میزند به اصطلاح روسی. این عمل خود در شریعت نادرست است، لیکن مقصد مصنف ذکر این قصه برای ضرب المثل است. به نزد استای خالکوب پهلوان قزوینی آمده گفته است که بر قفای من صورت شیری را یک تصویر کن، یک شیری با هیبتی بکش که هر وقتا که میدان برآورم به دل حریف من ترس و هراس داخل شود. استا لبای گویان سوزان و دیگر رنگ را به دست گرفت. پهلوان هم تخت پشت خود دیگر پهن کرد. چند سوزنی زده بود که آواز پهلوان بلند شد. دیگر طاقت سوزن نکرد. ثانی گفت که از کجای شعر شروع کردی؟ گفت از گوشش شروع کردم. گفت گوشش را رهایی کن، شعر بی گوشم می شود. از دیگر نقطه شعر شروع کن گفت. ثانی از دیگر نقطه شعر استا شروع کرد. چند سوزنهای زده بود که باز آواز پهلوان بلند شد. دیگر طاقتی برداشتی سوزن نکرد. ثانی گفت که این دفعه از کجا شروع کردی؟ گفت این دفعه از دومش شروع کردم. گفت دومش هم رهایی کنی، یک سوگذار شعر بی دومم می شود. از دیگر نقطه شعر شروع کن. استاد یک آهی چقوری برآورد و از دیگر نقطه شعر شروع کرد. باز چند سوزنی زده و نازده باز آواز پهلوان بلند شد و گفت از کجای شعر شروع کرده این دفعه؟ گفت از پای شعر شروع کردم. گفت پایش هم یک سوگذار شعر بی پایم می شود، در جنگل شعری لنگ هم هست. استا که دیگر اکنون سخنی یعنی فرمایشگر را باید گیرد، هر از دیگر نقطه باز شروع می کند. باز همین چند سوزنی می زند که باز آواز پهلوان بلند می شود و می گوید این دفعه از کجا شروع کرده؟ می گوید این دفعه از شکم شعر شروع کردم. می گوید شکمش هم رها کن، شعر بی شکم هم می شود. ثانی همین حالت دیگر استاد غضب کرد. حضرت به نظم در آوردن باقی مانده حکایت را. بر زمین زد سوزناندم استاد، گفت در عالم کسی را این فتاد. شعری بی دوم و سر و اشکم که دید، این چنین شعری خدا کی آفرید. چون نداری طاقتی سوزن زدن، از چنین شعری جیان پس دم مزن. بر زمین زد سوزناندم استاد، سوزن رو بر زمین زد. دیگر غضب کرد. گفت در عالم کسی را این فتاد. شعری بی دوم و سر و اشکم که دید از شعری بی سر بی دوم بی شکم در کجا که دید است؟ این چنین شعری خدا کی آفرید. خدا کی خود شعر آفرید است که سر ندارد، دوم ندارد، پا ندارد. چون نداری طاقتی سوزن زدن، مادامی که برادری عزیز طاقتی سوزن رو نداری، از چنین شعری جیان پس دم مزن. آرزوی هوس شعر کشیدن رو نکن. گفته استاد
ملامت کرده است. این میگن حضرت عبدالرحمن جامی هم ملت ما، پیشوای مذهب ما یکی از هم مذهبان ما هستند و هم ملت ما هستند. این میگن مثال همون مسلمانانی که دعوای اسلام دارند لیکن اسلامی آنها مانند شعر این بی‌سر و بی‌دم و بی‌اشکال، اسلامی بدون نماز، اسلامی بدون روزه، اسلامی بدون زکات، اسلامی بدون حج. این همون گفتن تمثیل مسلمانه که من مسلمان میگم الحمدلله مسلمانم ولی از همه عملهای اسلام دور است. حتی یکی از شاعران ما در بعض مقاله‌هاش وقتی که مقاله سوال و جواب بود در بدایتش پرسیده شد که شما در کدام دینی؟ میگوید الحمدلله مسلمان هستم. ثانی در وقتی همصحبتش میگوید به جنت و دوزخ باور ندارم. جنت و دوزخ در قرآن کریم است. گفته این گفته های ملاها از پیش خودشون است. نعوذ بالله که با این گفته ها آخر مسلمان نمی شود. بنابراین باید ما و شما چخیلی که من عبدالرحمن جامی یک ضرب المثل عجایبی گفتن تمثیل زدن باید مسلمان واقعی شویم. نماز در یک شبانه روز هر یک نماز 5 دقیقه 7 دقیقه است. همگی تقریبا 30-40 دقیقه وقت را میگیرد 5 وقت نماز. خداوند 24 ساعت برای ما عطا کرده است. از این 50-60 دقیقه آن را برای خود برای عبادت عمل کرده است و 12 ماه برای ما داده است. از این 1 ماهش را الله تعالی برای روزه مانده است. باقی مانده 11 ماه برای شما است. از این عمری که خدا برای شما داد 60 سال و 70 سال 1 مراتب از آن پول و مالی که من دادم حج خانه من هر سال نگفته است. بنابراین ما و شما محترم جماعت باید به این دین مقدس اسلام بازگشت داشته باشیم و نشود که ما برای دیگرها عبرتی بر باشیم. وقتی که در کشورهای دیگر سفر کنیم به کشورهایی که آنها مسلمان نشین نیستند از ما عملهای زشت صادر شود. مثلا من در ترکستان غربی آنها که مسلمان هستند امروز در کشور خیتای زندگی میکنند لیکن همه دزدها و غارتگرها از مسلمانهای آنها هست. دینشان مسلمان است، نماز نمیخواند، روزه نمیدارد لیکن تو مسلمانی آره من مسلمان هستم دزدی میکنند، فریبگری میکنند. خیتای که کشوری هست که همه از همه اطراف میروند اساسی میگن در آنجا دزدها در مسلمانها هست میگن. اسلام این گونه ما را تربیت نمی کند. بنابراین دین مقدس اسلام خود تازه است. بنابراین علامه اقبال نظم می دارد که همه این عیب و نقصانی که از اسلام به ذات خود ندارد هر عیبی که هست در مسلمانی ماست. نشود که ما و شما از جمله مسلمان های شیم که به دین اسلام کفارت آورده باشیم به مسلمان ها. الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. محترم جماعت چطوری که شاهد هستید در این 2 سال اخیر در محله ما کار آبادکاری علل خصوص آبادکاری در خانه خدا رفته ایستاده است. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بشارت دادند آن شخصانی که برای آبادانی مسجد خدمت میکنند. پیغمبر خدا گفتند من بنا لله مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنه. کسی که در راه خدا مسجد بنیاد کند خدا برای او در جنت قصری بنیاد میکند. در دیگر روایت گفتند من بنا لله مسجدا ولو کمفحص قطاط بنا الله له بیتا فی الجنه. گفتند کسی اگر در دنیا مسجدی بنیاد کند و قدری لانه‌ای که بزرگ باشد هم الله تعالی برای او در جنت قصری بنیاد میکند. حافظ ابن حجر در کتاب فتح الباری گفتند که به قدری لانه‌ای که بزرگ به این معنا که یک مسجد را نمیتواند عادتا یک کس بپوشد. بنابراین شخصان زیاد که سهم میگذارند سهم هر یک کس مانند لانه‌ای که بزرگ باشد هم الله تعالی وعده داده است که برای او در جنت خانه میپوشد. آن برادرها آن شخصیت‌های و همه شما که تا این دم برای آبادانی مسجد ما خدمت کردید برای تمام آنهایی که خدمت کردند حدیثی تمیم داری را همچون تحفه ذکر میکنم که
حضرت امام قرطبی در کتاب تفسیرشون و در شرح مغلطای هم آمده است ابو هند رضی الله عنه سب پیشتر شنیدم اونایی که در مفاصل جو گیرم حضرت ابو هند میگویند که تمیم داری یک تاجری بود تمیم داری یک تجارتچی بود از دیار مدینه و مکه به سوی دیار شام سفر تجارتی داشت سپس در آن سفر تجارتیش وقتی که به شام رفت در بازارهای شام قندیل‌ها را دید چراغ‌ها را دید که در آن هنگام در مدینه منوره چراغ نبود آن چراغ‌هایی که با روغن در می‌گیرد و در داخل شیشه هست این گونه چراغ در مدینه منوره نبود برادران عزیز حضرت تمیم نیت کرد که از بازار شام برای مدینه منوره برای مسجد پیغمبر یک چند چراغ‌های بگیرد تا اینکه مسجد جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم درخشان باشد در عرب‌ها در آن هنگام چراغ نبود حضرت از قدر کفایتی به مسجد پیغمبر زیادتر چراغ‌ها خرید شیشه‌ها و روغن‌های آن را هم از بازار شام خرید و وقتی که کاروانش به مدینه منوره روز پنجشنبه داخل شد خدمتگارش ابوالبغداد را امر کرد که همه چراغ‌ها را اول از بین بارها جدا کند و جدا کرده شدند ثانی آورده به مسجد پیغمبر آن شیشه هایش را تازه کردند روغن‌هایش را انداختند همه چراغ‌های را به دیوارها نصب کردند و چراغ‌ها را پیش از اذان نماز شام درگیرانیدند وقتی که اذان شام گفته شد پیغمبر خدا ناگاه از در مسجد داخل شدند دیدند که مسجدشان مانند روز است مسجدشان غیر مسجدی که هر روز می در آمدن در تاریکی نماز می گذاشتند امروز مسجدشان مثل روز است زیرا چراغ زیادتر از حاجت خود خریده بود پیغمبر خدا رویهایشان درخشید خرسند شدند خوشحال شدند گفتند من نور مسجدنا نور الله دنیا و آخرته کی مسجد ما را چراغان کرد روشن کرد خدا دنیا و آخرتش را چراغان و روشن کند گفتند تمیم کرد تمیم داری این عمل خیر را کرد پیغمبر خدا به سوی تمیم خطاب کرده گفتند که نورت الاسلام نور الله علیک فی الدنیا و الاخره تو دین مقدس اسلام را روشن کردی خدا دنیا و آخرت را روشن کند تو مسجد را روشن نکردی فقط تو دین مقدس اسلام را روشن کردی بنابراین در کتاب ها میگویند که اول من اسرج المساجد تمیم اولین آدمی که در مسجد ها چراغ گذاشت این تمیم داری هست گفتند بنابراین پیغمبر خدا با این دعا کفایتی نکردند بلکه گفتند که قسم به نام خدا اگر در خانه یک دختری بی شوهر می داشتم برآورده به تمیم داری خانه‌دار می کردم حتی برای داماد گرفتن تمیم پیغمبر خدا راضی شدند تمیم مسجد نساخت تمیم فقط چراغ خریده بود به مسجد تیار بنابراین کسی که زنده به آبادانی مسجد خدمت کند خدای پیغمبر از او راضی می شود و این عملی که نوشته می شود اگرچه در دیگر کشور است اگرچه از این دنیا می گذرد تا در این مسجد تا روز قیامت کسی که نماز می خواند تلاوت قرآن می کند دعا می کند عملی خیری که می کند ثوابش به آن شخصی که سر خیر کرد و صدقه کرد میرد من در مدت 2 سال چندین انسان هایی که به مسجد ما خیر کرده بودند ما با آنها جنازه خواندیم اونها رفت نکردیم ثواب این عبادت های ما برای آنها میرود بنابراین ما و شما باید برای آبادانی مسجد خدمت خود را فراموش نکنیم در این مسجد با این یعنی قد و قامت خود نمی شود یعنی از طرف چندین شخص های کم سودی بنیاد شود شخص های زیاد باید سهم خود را گذارند الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر ولله الحمد محترم مهمانان خانه خدا در خاتمه گفتنیم که ماه مبارک رمضان با تمام خیرات و برکات و رحماتش از دیار مسلمان ها رهسپار گردید.
عیدی رمضان آمد و ماهی رمضان رفت. صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت. واقعا ماهی رمضان برای شخصانی که قدردان هستند ماهی خیلی عظیم بود. قدری زر را چطوری که میگویم قدری زر زرگر بداند، قدری جوهر جوهری، بلبل بداند، قدری قنبر را علی. این ماه برای شخصان قدردان و زرشناس واقعا ماه طلایی بود. امیدوار هستیم که الله تعالی باز سالهای آینده به ماه مبارک رمضان ما شما را با تمام عزت و کرامت و رفعت و امانی برساند. و در خاتمه بار دیگر هر یک شما را به فرارسی عید خجسته، عید نخستین تمام مسلمین جهان، عید فطری رمضان تبریک و مبارکباد میگویم و در آخر از پروردگار عالم مسئلت دارم. خدایا به ذات خداوندیت و اوصاف بی مثل و مانندیت و لبیک حجاج بیت الحرام و حب مدفون یثرب علیه السلام برای ما بندگانت ایمان و امان و تندرستی، علم و عمل و فراخ دستی انعام بنما. برای ما توفیق بندگی ده که در این دنیای فانی موافق گفتی خدا و گفتی شریعتت در این دنیا عمل کرده باشیم. و چون پیامبران اسلام در حق وطن خویش دعا میکردند، حضرت ابراهیم در حق مکه دعا کردند، حضرت محمد علیه السلام در حق مدینه دعا کردند، ما نیز در این روز مبارک در حق وطن خویش دعا میکنیم که الله تعالی تمام خیرات و برکات و رحمات خود را به کشور عزیز ما ارزانی بفرماید و کشور ما را از تمام بلای و مصائب دینی و دنیوی محفوظ بدارد و همزمان در حق راهبریت کشور علل خصوص در خصوصی راهبری کشور رئیس جمهور دعا میکنیم که خدا برایشان توفیق بندگی دهد، مراد و مقاصد نیکی آنها را حاصل گرداند، برای خدمت خلق همت عالی برایشان نصیب روزی گرداند، از بلای آفات و مصائب در حفظ و حمایش محفوظ بدارد و برای هر یک ما و شما و خانواده ما و شما الله تعالی خیر و برکت عطا بنماید. ما و فرزندانمان را در این دنیا از شریک آوردن در پناه و عصمتش نگاه دارد. گذشتگان ما شما را رحمت و مغفرت گرداند و بیماران ما شما الله تعالی شفای کامل دهد و قرضداران ما شما الله تعالی رهایی دهد. چه مراد و مقاصد خیری که در ضمیر قلب داشته باشیم الله تعالی برآورده خیر گرداند. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرة حسنه و قنا عذاب النار و صلی الله تعالی علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.